پدر سوخته واسط نظمیه همایونی برای رئیس نظمیه عربده میکشی. پدر سوخته یا ارتنگ بدم از زبان ویزانت کند. بیای این پدر سوخته را ببری از زبان با ویزانش کنی. حکم ویژه چه غلطی میکنی پدر سوخته؟ حکم ویژه قربان میفرمودید وسایل پذیرایی فراهم کنید. بنده مأمور ویژه قبله عالم و مسئول برگزاری مراسم ازدواج شاه هستم. بله قربان. بله قربان. خب میدونی به موجب این حکم تمام دستورات من لازم الاجراست. اینو میدونین؟ بله قربان. خوبه. خوب الان خیلی از دستم داری هرس می‌خوری نه؟ نه خیر قربان. دوست داری سر به تنم نباشه نه؟ نه خیر قربان. اینجوری به نظر میرسه می‌خوای منو خفه کنی؟ نه خیر قربان. خب وظیفه شما حفظ نظم و آرامش مجلس هستش. میدونی اینو؟ بله. اگر اتفاق بیفته یا شلوغ کاری بشه بخوان مراسم بزنن سر و صدایی بشه باد بیاد یهویی هوا ابری بشه مسئول تو هستی. بله قربان. بله قربان. خب بغل هر کدوم از سفرا و مهمونای خارجی یه دونه مأمور میذاری باشه. اما ما برای فراهم کردن این همه نیرو پول کافی نداریم قربان. حالا ببینم اگه پسر خوبی باشی یه کاری برات میکنم. سپاسگزارم قربان. اینجا هم مهمونتون پذیرایی نمیکنید؟ چای بیاورید برای مستشار امروز پدر سوخته. حمال دارید به مأمور ویژه قبله عالم تو روز روشن رشوه میدی اونم چایی؟ خیر قربان. چای نیاورید پدر سوخته. خوبه. میدونی که شاه به من گفته اسمت جنازه تحویل بگیر. بله قربان. بشین پاشو. میخواد خفم کنی نه؟ نه خیر قربان. پدرت در بیارم مستشار ملک پدر سوخته با اون قیافت از زمان میزنت کنم پدر سوخته مستشار ملک نازنین قربان اون قیافت بروم پدر سوخته بلد الملک پدرت در بیارم جناب مستشار کسی با وجود و تو مسئله پدر